سرد است و امیدی به تابستان فردا نیست. چه خورشیدی چه گرمایی نه جانم این خبرها نیست. دماوندی که سر تا پا 40 سال است یخ بسته، اگر آتش بگیرد هم حریف غول سرما نیست. زمستان است و بورانی که سوزش خانمان سوز است. جناب شیخ کاری کن که ایران رو به ویرانی است. شعار انقلاب ما رفاه و عدل و ایمان بود، رفاه و عدل و ایمانی که سهم خانه ما نیست. دیار کوروش و رستم پر از یک مشت معتاد است، اگر هم بابکی مونده نخورم دین که زنجانی. عدالت نیست آقا جان مگر کوری نمیبینی که دزد خانه آزاد است و صاحب خانه زندانی است. چه اسلامی چه ایمانی جناب شیخ باور کن، مسلمانی نه در ریش و نه داغ روی پیشانیست. دلت پیش خدا باشد سرت در دیگ بیت المال، قضاوت با خودت اما کجای این مسلمانیست. خودم ناگفته میدانم جسارت کردم، اما جناب شیخ باور کن شرایط سخت و